بعضی از سوره‌های قرآن هستن با اینکه خیلی خیلی کوتاه هستن اما آثار و معجزات عجیبی دارن که شاید کل زندگی شما رو تحت شعاع قرار بده. سوره‌هایی که خواندن آنها موجی از رزق و برکت و روزی رو به زندگیتون روانه میکنه و از اتفاقات ناگوار و بلاها جلوگیری میکنه. شر دشمنان و حسودان رو از زندگی شما دفع میکنه. سلام به شما دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حالتون عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال اسرار دعا خیلی خیلی خوش اومدین. سوره‌ای که امروز میخوام به شما معرفی کنم قطعاً اون رو میشناسید و حتی اون رو خوندین، ولی از خواص و معجزات این سوره بی اطلاع هستید. در غیر این صورت هر روز در خوندن این سوره مداومت میکردید. نام این سوره پرعظمت سوره نصر هست که تو این ویدیو میخوام آثار و خواص اون و همینطور نحوه خوندن این سوره رو برای تاثیرگذاری هرچی بیشتر توی زندگیتون توضیح بدم. سوره کوتاه اما بسیار عمیق. این سوره 110مین سوره قرآن کریمه و سوره‌ایه که در مدینه بعد از فتح مکه بر پیامبر اکرم نازل شده. سوره با 3 آیه و بسیاری آن را آخرین سوره کامل میدونن که خداوند به پیامبر اسلام هدیه کرد. وقتی خداوند در این سوره میفرماید هنگامی که یاری خدا و پیروزی آمد و دیدی که مردم دسته دسته وارد دین خدا میشوند، در واقع خبر از فتح مکه و گسترش نور اسلام میدهد. اما پیام اصلی سوره فقط خبر پیروزی نیست. خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد پس پروردگارت را تسبیح کن و او را ستایش گوی و از او آمرزش بخواه که او همواره توبه‌پذیر مهربان است. این یعنی حتی در اوج موفقیت و بزرگترین دستاوردها وظیفه انسان این هست که شکرگزار باشه، یاد خدا رو زنده نگه داره و به او پناه ببره. این سوره پیامی جاودانه داره که پیروزی از خداست نه از قدرت ما و هر پیروزی با فروتنی، شکرگزاری و استغفار معنا پیدا میکنه. این سوره به 4 موضوع مهم اشاره داره که شاید در نگاه اول متوجه اون نشیم. موضوع اول بشارت به پیروزی نهایی اسلام یعنی همون فتح مکه. موضوع دوم اشاره به ورود گسترده مردم به دین خدا. موضوع سوم توصیه به تسبیح، حمد، استغفار در اوج پیروزی و رسیدن به خواسته ها و موضوع چهارم نشانه از پایان مأموریت پیامبر در اسلام. این سوره در واقع تحقق یکی از بزرگترین وعده های خداوند بود. سالها پیامبر و یارانش در مکه سختی کشیدند و اسلام در اقلیت بود، اما خداوند وعده داده بود که یاری و پیروزی خواهد رسید. این سوره عظیم الشأن به ما یاد میده که وعده های خداوند حتما تحقق پیدا میکنه، هرچند ما صبر و استقامت بخوایم. پیروزی فقط به دست خداست نه قدرت ظاهری ما و در هر موقعیتی باید با فروتنی شکرگزار باشیم و آمرزش بخوایم. یکی از آثار این سوره گشایش در کارها و بیرون اومدن از بن‌بست هاست. کسانی که در زندگی دچار نگرانی، مشکل یا ناامیدی هستن، خوندن این سوره دقیقاً مثل کلیدیه برای باز شدن درهای بسته زندگیشون. از دیگر آثار سوره نصر افزایش رزق و روزیه. در بعضی روایات داریم که اگر کسی بعد از نماز صبح 7 مرتبه سوره نصر رو بخونه، روزی اون از جایی میرسه که حتی انتظارش رو هم نداره. اینکه چرا 7 مرتبه؟ به خاطر اینه که در عدد 7 رازهای بسیاری نهفته است. یکی دیگه از آثار سوره نصر آرامش روحی و قلبی است. تکرار این سوره با نیت قلبی و توکل آرامش درونی رو به همراه میاره. و یکی دیگه از خواص عجیب این سوره پاداش شهیده. در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که هر کس سوره نصر رو در نمازهای مستحبی بخونه، خداوند ایشون رو همچون کسی که در راه خدا شهید شده منصوب میکنه. پیام اخلاقی بسیار مهمی در این سوره هست که توجه شما رو به این موضوع جلب میکنم. نکته‌ای که میتونه یکی از رازهای اجابت دعاها و خواسته های ما باشه. لحظه‌ای رو تصور کنید که انسان دعاهاش مستجاب شده و به آرزوی دیرینش رسیده.
در اون لحظه ممکنه که به خودش مغرور بشه و احساس کنه که این نتیجه تلاش‌های خودش بوده، بدون اینکه به یاد بیاره قدرت، توانایی و حتی توفیق تلاش و کوشش هم از طرف خداوند بوده. سوره نصر این پیام رو داره به ما میده که در این لحظه‌های پیروزی باید سر تعظیم در برابر خداوند فرود بیاریم، نه با غرور بلکه با فروتنی و ذکر و شکرگزاری، چون قطعاً تمام اینها به خواست و اراده خداوند بوده. این سوره به ما یادآوری میکنه که هر زمان به هر موفقیت و پیروزی که رسیدیم فقط باید به یاد خدا باشیم و خدا رو شکر کنیم، چون این خدا بوده که راه رو برای ما باز کرده. و اگر به خودمون مغرور بشیم و فکر کنیم تنها خودمون بودیم که تونستیم با تلاش و هوش خودمون به خواسته هامون برسیم، نه تنها بقیه خواسته ها گره های زندگیمون دیگه حل نمیشه، بلکه ممکنه گره های جدیدی هم در زندگیمون اتفاق بیفته. تا به این نکته خودمون برسیم که این ما نبودیم که تونستیم خواسته ها آرزوهامون رو به تحقق برسونیم، بلکه فقط و فقط خداوند و قدرت خداوند بوده که این کارو کرده. سوره نصر فقط یک خبر از پیروزی نبود، بلکه یک پیام جاودانه بود برای همه ما. یادآوری این که شکر، فروتنی و آمرزش خواهی همیشه همراه ما باشه. اگر حاجت مهمی داری یا مشکل و گرهی سخت در زندگی شماست که میخواین خداوند شما رو به خواستتون برسونه و اون گرفتاری ها رو از زندگیتون حل بکنه، این سوره رو در نمازهای مستحبی به خصوص در نماز شب با نیت خالص و توکل کامل بخونید که انشالله به خواست خداوند هرچه زودتر به دعاها و حاجات قلبیتون برسید و رزق و روزی و برکت از در و دیوار برای شما بباره. از شما دوستان و همراهان عزیزم خواهشمندم برای حمایت از تهیه کنندگان این کانال دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در این کانال آیه ها و اسرار آیات الهی و ذکرها به صورت رایگان به شما نشون داده میشه که استفاده کنید و زندگیتون غرق در نور الهی باشه. امیدوارم که مطالب این ویدیو براتون جذاب بوده باشه. سپاسگزارم که وقت گذاشتین و تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. سپاس که لایک میکنید، کامنت های پر از لطفتون رو برام میذارید. سپاسگزارم از حضور تک تکتون در کانالم. حضور تک تکتون برای من بی نهایت ارزشمنده. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگه، تا آگاهی دیگه، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. در پناه حق باشید.